آنانی که ما را همراهی میکنند. اولین پرتافت، اولین این عامی نوروزی شهر دختر را لایق شیرالی به دست آورد. رستم کی والا کرد؟ توجه میکنیم با نظام درست، با پوشیدن لباس، با اشارهایی که در اینجا چون دستورات کمیته تدارکاتند، همان نظام مشخص معین می شود و هر یک پهلوان معرفی می گردد. نوروزی شما باری دیگر مبارک باشد. مردم شرفمند تاجیکستان طی چند روز است که با برگزاری چهاربینی های فرهنگی و ورزشی این عید اجدادی را تنتنه دارند که ما باری دیگر شکر از فضای وطن محبوب خود تاجیکستان عزیز میکنیم. از زحمت‌های روزافزون سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که در اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد این جشن اجدادی ما همچون نفوذ بین المللی اعتراف گردید و این رو هم ما تمام این 5 سال آخر شهامتش را در تنتنه‌های نوروز با ظاهر کردن چنین چهاربینی‌ها دیگر باره ثابت کردیم. تشکر به همه شما، تشکر به نورسان، تشکر به داورانی که امروز هم از ولایت سوخت، از منطقه رشتان زمین، از خوتالان، از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، فدراسیون گوشتین ملی گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان برای همان نظام درست، ترتیب مشخص میدانداری داوران را موظف کردند که این به حسن و خوبی برنامه و در مجموع تنتنه هر یک نوروز شهامت دیگر می باشد. سلامت باشید. دستن در کارونه که حیات ها را جفت ها را معین میکنند خواهشمندم که آنها را زود زود به میدان بیارند. جای خالی، جای آزاد در میدان باید نباشد. 5 جفت الکی مشخص شد، 5 دیگر را متصدیان سفر پرتافت گلدختر عزیزی دهات کدوچی وسه حلال مدینه بانو ناحیه وسه گلمی آخرین روی الو ما یه طرف نه بهروز رئیسو میشنه کو بریم دو پهلوانش نگو هم بهروز زدی بعد پهلوان بهروز از کجا ناحیه بخش سنت الله ناحیه تیبرملی برقه اونا را تصدیق کننده همین نیروسنجی و داور سپرید گلمی اول کجا تایی پرتافت مدینه بانو در دور دویم غالب است. مدینه دیروز در ناحیه دنقره 6 غلبه به دست آورد. دستش را بردارید، این همه میدونم. تشکر. جهانگیر شهر کولاب پهلوان نیمه چپ میدان خواهشمند مطلوب ورزشگرانی وزنشان از 50 کیلو را حتما معرفی کنید. نوشته است در SMS پیامک خود شارح ورزشی تلویزیون تاجیکستان رحمت برای غلبه 4 مصلحین تشکر. غالبیت رقابتی اول را به دست آورد. 5000 سامانه تحفه تأسیس نموده جمعیت سهامی
هنرمندان ریاست فرهنگی خوتالان بسیار هم در بند و بست و هماهنگی کاری تشکر زیاد بهرالدین زایروف نمایر برابر درجه عالی تلویزیونی تاجیکستان شما توجه کنید بر رقابتی گل دختره که باری پنجم با بکو میپیوندد مدینه رستم جماعت دهاتی کدوچی مهیایی بازه در یک هفته اگر در مجموعی امتیازهای و دستاورده گل دختر و مکافات‌هایی که اگر ما توجه کنیم بیش از 35,000 سومانی رو تشکیل میکنه. خندید زیاد کم من دین حساب کم 18,000 شد من روزهای دیگه شد نمیدونم حلالت بود در بین مردم جسارت کرده کمربند انای قشنگی سرزرده که عزیز داشتن کاری سهلادی نیست نه ترس ها نصرت الله از سنت الله از پختکار نگو نهیه نگو تیز شهری باختر هست میلرزه او کشتی مگرده نگو با هر دو بخشوی بالو برار انا همین لحظه اون تصویر کی صلاحیدین هم پرویز خورشید همه باید توجه به همین نیروسنجی دیگر باره برای ثبتش اعتبار دهید در گلب دیگر دو جفته که هستند پهلوانان جوان منطقه خوتالانند سلامت باشی کفش تا چپر نپوشوخی اما چه این داون با یه دایی تو درسته که از دستی من چی نگه دوری او قال کنده ایترم من دیگه سلامت باشی اول اندیشه که باید بیوخی تشکر سلامت باشید پهلوانان رو معرفی کنید به گستاد ورزش جمهوری تاجیکستان نه یک بار و دو بار در رشته گشتین ملی و همچنین گشتین جودو پهلوان وزن میانه 60 تشکر زیاد برنده مکافات عالی و جایزه سیومین مسابقات بین المللی برای دریافت جام پایتخت در سال 2022 مسلم بک ناحیه قبادیان این غیر تعریف کردیم یگان احساسات هست یا نه نام ولی فهمیده که کجا میره امید از تنقره تشکر گلمی دلشاد زاده در روی چما آنمون طرف مسلم بگ ورقتانه در دستی داور تیه ترتیب مشخص میدانداری نظامی معین نموده عبدالصمد شمس‌الله و همچنین عبدالله سید خواجه جهتی صفتی کاری داوران و میدانداری پهلوانان بسیار سازگار تشکر اما همین ترتیب و همین طرزی مشخص و برای این سرچشمه را یک ورزش دوستی عزیز میهن راهبر جمعیت سهامی رسانده نصرت الله فیض‌الله فراهم آوردن که ما امروز در این فضای آباد و آزاد و متنتن ایدانه نوروز گشتین را استقبال گریم سرطان امام حق چای نوش همون گفی گفتگی خطه برو در عزیز آنها که دوستی عزیز نشد پرتفتی درسته کارمانو این جورا ما گاگا اشاره کردن یک لغمه دادم که سوز نفهمید های بعد میفهمه از گفتی تشکر سلامت باشی غیرت کردنم با مسلم بگ کشتر بگیریبان شدن این خوب است خطاگی ها تو بعدا میفهمی با اصلاح میشه کار شایسته میشه تشکر زیاد با شاهده قلندر و تشکر با
تشکر زیاد. چند غلبه مدینه؟ 6 تا. اگه ای 6 زیاد نکجوره. دینم همون 6 تا رئیس ناحیه دنگره دستور دادن ماشینه جمعشویی. پالین 4 با 6 با چی؟ 2000 زیادی و اضافه تلویزیونی پلاس که همه این مکافاتو با همون 6 غلبتان منصوب بود. با مدینه بخت و اقبال و سعادت میخواهیم. میگه که امد من یک دوتید من از همین 6 غلبه مسابقه جمعیت سهامی رسنده مکافات 23 گوشتین پیشینه را دریافت کردم. سلامت باشید. تشکر بخت و اقبال براش میخواهیم. خوش آمدید برادر محترم ورزش دوست کشور ملکشاه نعمتوف. یک مکافات عالی و ارزنده نصرت الله فیضلایف این یک گاوی 4 سالی جمعیت سهامی رسنده شهر دختر و گل دختری قشنگی ناحیه آوازداری واسه هر کجایی که سخن ورزش است آنجا ملکشاه نعمتوف موجود است. این دلسوزی و محبت صمیمی‌اش را با ورزش بار دیگر ثابت میکند. ایشان سالیان طولانی در سمت رهبری قسمت ورزش میهن هم موظف بودند و چند رو می‌دهد. حب فضل‌الدین رکلم نیا یک چهره تولید کرد که امروز اما همان هنرنمایی منطقه تاجیکستان در گشتین ملی میان بانوان نورس تکان بود. اگر دیگرها نیز این اقدام را پیشه کنند در میدانهای شکوهمندترین کشور ما چهره‌های اصیل را می‌بینیم. از شما تشکر با رستم و پدر این قشنگ زیبای ناحیه واسه. تشکر باری دیگر از سمرقند جامی شهر سمرقند را آوردن مدینه کال سهر و عادی نبود که این هنرنمایی را دکبر 2021 در سمرقند نشان داد. آفرین. فیروز ناحیه دنغره، سعید ناحیه باشی. هر دو پهلوان هنرنماییشون نتیجه دیده نشد و نفران دیگر گوشنگیدن هم حق داد هم مسلم. اینها چهره های محبوب و معتبری هم گوشتینی میلی و هم گوشتینی جودان در وزن تا 60 کیلو. فیلم دیگر داوود آدینایوف سابقه دار ورزش کشور استاد دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان خواهشمندیم نزد کمیته تدارکات بیاید. نوروز شما هم مبارک باشد. خیر مقدم و محبت را شما هم قدر کنید و زود به میدان بیاید. تشکر. حسن گوشتی گیرید. نشو خب محمد رحیم سرخانوف گلمی او انامون طرف رفته رقیبشون پیدا کند بعد با دستوری شخص متصدی صاحبی ورقه شود و مرحله دیگر باز عقیب نشینی با الفاظی تیسر نمی شود. سلامت باشید. شما روید انا این طرف ها علی شیر اینو را بیارید. رقابت نوبتی پرتافت روزافزون. بچه‌ای
با تخت پشت زد فکرش در زمان میدانداریش بسیار هم مرد معتبر و محبوب بودند. اینها همان سلاله را عین زمان ادامه می‌دهند. هم نورالله، سنت الله، بابا جان، زیادالله، چهارگانه‌ای که این انعنه پدری انعنه باباگی رو هم ادامه دادن. بسیار با یک رقص جالبش تنتنه نوروز و شهامت دیگر بخشید. خیر مقدم نوری دیده این هم به خود تخلص دارد، اما در فرهنگ ما این رایج نیست. من پهلوان را عزیزترین میدارم. بسیار عالی، مبارک باشد. اکنون با سبقت دیگر حقی میدانداری را پیدا کردید. مبارک باشد. زود زود با شدت با مسئولیت است. اسرائیل رحیم و پهلوان خراسان دعواگر مکافات عالی افتماشین سبکرو است و شادمان رضایف در داشتن طبق سیوم افضلی کرد. حالا اندیشه آخرین سرداور مسابقات راجع به مکافات عالی میدان امروز بله اسرائیل میداند شادموش محمدانه در میدان در شاجایزه مساوی نیست. و همه میداند دست کشیدن از دین روسنجی مغلوبیت را افاده میکند. به هر دو وقت و سعادت بال آنا تنتنه و منا تنتنه نوروز را تمام شما مبارک گردد. از سعادت مندی نعمت الفیض و گان در تاجیکستان افزون و زیاده گردد. ثبات کامل حکوم فرما و نوروزی شهری باختر مبارک. آمین. الله اکبر. ببریکن حسین انا جورا وقت اقبال کیاد سعادت مندی میدان نشان تیه یکی همان رقصه جدا فراموش نکن. بسیار هم با همان جالبیتی پیروزی تو رقص مردانه در اشاره های حرکت ها بسیار عالی بود. تشکر زیادالله و حسین اسحاقو. و منصور رحمانوف خوب اگر طلبگار باشد این هم پهلوان وزنی تا 100 کیلو در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا در مناطق گوناگون کشور هم هنرنمایشان ما دیده ایم. برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در زمان نورسیش پهلوان آینده‌دار وزنی تا 100 کیلوی کشور. خیر مقدم شینید با ورزشکاران اکنون گران وزن ما هم در تفتی پهلوان رشتان زمین حالا از آسمان دابر گشتن و مسعود احمد من فکر میکنم که خسرو شایب در این روان
اشتباه نخواهد کرد. چهارمین موفقیت مولا رجب خلیفه رو در میدان امروز مشاهده کردیم. فخرالدین سنتودا ناحیه دنقره، سفر ناحیه جبار رسول، کلبی دیگر شریف اینا رو بزاری کنیم. هر کسی معرفی نشده است اون ها میدان نبرایم. خواهش میکنم 1 2 3 4 5 10 سون میشه. چند سون میشه 5 تا؟ 10 سون. ما 4 سون. 4 تا کنم؟ پهلوانان کشورهای همجوار ما از ازبکستان، از ایران و افغانستان هم چند تن از اشتراکچیان مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا در رشته کورش حالا هم در تاجیکستان هم خواهشمندیم زودتر به میدان بیاید. عبدالله سعید خوجه کنی سعید خوجه هستن همه متصدیان مهمانان ایران و افغانستان، از ازبکستان هستن، از دیگر کشورهای جدیت تنها خالصانه در به دست آوردن شویجا به هر دو موفقیت آرزومندیم. نوروز مبارک باشد. مرحبا دلشازاده کار آغاز کنید. حقی فیضالله دیگر اون طرف نرم. در نوارها نمایان شد پرویزی خورشید، بهرالدین برادر عزیز، همه سامانه های اجتماعی، همه تلویزیون های دولتی حالا توجه برای انعکاس شاه جایزه اینجا بیاد. اینجا خواهشمندم برای ثبت درست همین کار متصدیان رفت آمد آزادتر کنید. گلیم های دیگر آزادن. گلیم باینده گوشتین گیری در دونم. منصور رحمان پهلوان وزن 200 کیلو از ناحیه تیمور ملک در به دست آوردن حریف موفقیت میدان امروزه. آفرین هم اسرائیل هم شادمان. تشکر شادمان رضا دیروز برای این آمی عالی مکافات автомашина 100 грам در ناحیه دنقره رضا و دریافت شاه جایزه مکافات عالی سیومین مسابقات بین المللی برای دریافت جام پایتخت شرفیاب شد. این هم موفقیت ارزنده پهلوان جوان شهر کلوب است. تیمور رحیموف یک تن چهره شناخته ورزش کشور، مهمان مردم شرفمند باختر است و برادر محترم پهلوان محبوب کشور خیرات. دلشازاده علیبک داوری درجه جمهوریابی است. سرداور و هیئت داوران همه نظر سنجی ها را دقیقاً حلال بیان کردند. آفرین.
جوانان درجه سطح جمهوری هم هر یک حرکتی که در گوشین ملی سنتی رایج است امروز هم مد نظر در همه روند تلاش‌ها سرخان محمود پرویز جابرزاده سرمربی منتخبی گوشین ملی خورشید عبیداللهیف دلشاد زاده عبدالصمد شمس‌اللهیف همه با یک نظر و اندیشه مشخص و معین این هم دیگر جای گفتگو و بحث و تحلیل هم نیست. سلامتی میخواهیم با اسرائیل در نیمده باز هم کامیابی های بیشتر رو برایش تمنا داریم. در نوار هم دیگر بار از تصدیق گردید اسرائیل جوانمرد است این اندیشه را باید که خود هم اقرار بشد. باز هم دستان در کاران $200 امریکایی یک قالین 4x6 برای هنرنمایی جالب این ورزشگر تحفه تأسیس کرده تقدیم گردید. دیگر به همه شما برای کامیابی سلامت باش. اسرائیل جوان مرد است. این هم دستفشوری فتوحات در میدان یگان جای شبهه نیست. مورد دیده اسرائیل خود هم تصدیق این گفته ها را ثابت میکند برای کامیابی برایتان. امروز چندین افرادی که امروز به خاطر دریافت این عام و تحفه های ارزنده آمدند خواهشمندیم به گلیم کنار راست نزدیکتر شوید. عزیز و امام علی نورعلی هر دو قشنگ های میدان امروزه نشد. کشید فضل‌الدین عبدالله پهلوان بلجوانی چهارمین غلبه خود را در میدان باختر استقبال کنید. آفرین. تنتنه باری دیگر در شهر باختر مبارک. نوروز همه شما را باری دیگر فرخنده بدیم. پهلوانان میدان از دلار به همه شما بخت و سعادت تمنا داریم. سبزپوش حصاری حلال مردم هم گفت باش ما قرصت زدیم چیزی ما میگیم اساسی واقعی دارد. انمی حق نظر گوشتینش همه خوبتر میداند. جهانگیر هم قشنگ است. بچه محمود بومین آبادی بسیار هر دو هم خصلت های نجیب جوانمردی دارند. خاکسارند، دعوای مکافات ندارند. صمیمیتشان در میدان خیلی خوب است. با هر دو بخت سعادت، عمر دراز، نیک فرجامی و کامیابی، غلبه های پای در پای. یک تا ایشتیر هنر رکلم نایا
بسیار پرافشان شد که اسم را خیر مقدم می‌گوییم. خوش آمدید. نوروزتون مبارک باشد. مهمان برای به کناری روز یک پیاله چای کردن لطف کنید. انا پهلوانان ازبکستان باز هم به هم آرد و یکدیگر را به صمیمیت استقبال کنند. انا کور مرتبه مصلحی امام علی نورعلی هوپا یک صافکار کمربندی شد که رفیق ملک شده مزوده اینا هم در روند کمربندی رشدی همشهر سرافشان و مسیح ناحیه های جبار رسولov اکی کجا شدی دلشاد زاده همه اینا همون تاثیری اشتراک برادران سوختی هست. این چی شد و این چی بود؟ پرتفت پرتفتی امام علی نورعلی در جریان نیروسنجی حلال Most دیگه استفاده پشتی گردنش شما همه تونم جربید که سعید نومی میگوید که با کسی که دستور دیان میگیرم با این میگیرید Sigara güzel bak. Hani English mesela. Toyu bir kere varısın. آقای سرداور اینامی پهلوان میگه بهار دوست میگیرم اینم تیاره اعلانشون کنیم. پرتفت بلجان کهاروف در دقیقه اول خیلی عالی تشکر خیر مقدم و غلبه نوبتی و پهلوان ناحیه وسطی خیلی به آسانی به دست آورد. بفرمایید. Ama simçke adamı bak, simçke adamı. Ne böyle simçka? در میدان دو پهلوانی خیلی محبوب کشور هنرنمایی دارند. جهانگیر مجیدوف از ناحیه مومن آباد و حق نظر پهلوانی خیلی نامور شهر حصار. هر دو بخت و برار میدان اکنون رنگی دیگر گرفته. پرویز بیرون زمان هنرنمایی شما سه جفت میدان داری میکرد. این انعنه را جمعیت سهامی رسانده باز تغییر داد و در 5 گلم 5 داور درجه جمهوریوی از حساب فدراسیون
Havaya. وحشی ها چیزن Almanın durma. شمسلایو سرداور مسابقات برای معرفی آن همان دادخان و فردوس یک کمر همت بندید مکافات بهترین مردم تماشاتیان دستوری چندی از همان آیین‌نامه گوشتین هم گویم از احترام خالصانه شما گویم فردوس میدانداری خوب کرد همچون مدعی برای مرحله بعدی این چهره الکی تیار است دادخان قربانعلیوف شهر ترسونزاده فردوس نسیموف شهر کولوب یک کرسکی صمیمانه شما ایشتون باز مکافاتی الهیده نصرت الله فیض‌الله برای هنرنمایی جذاب و جالب به هر دو وقتی بودید سعادتمندی میدان تشکر رکلام نیا بندی سرخ دارد توفای هر دو اینا رو معین کردیم رقابت ابوبکر و سعید مومین مساوی نتیجه بخش نتیجه دلخواه هر دو به دست آوردن از طرف دست راست داور دادخان قربانعلیوف نماینده شهر ترسونزاده پهلوان شهرادیار و محبوب کلابشهر فردوس نسیموف از نیمه چپ مکافات هر دو را معین کردیم فیض‌الله حبیب الله زاده یک بار دیگر برکتید اشتر توفه هر دو پهلوانی گران وزن میدان امروزه به هر دو بخت و برار به گلیم اول گذارید صلاح‌الدین شاگرد دیگر را وابسته کن که میدانداری فردوس و دادخان قربانعلیوف را پیگیری کند تشکر به همه مهمانان عالی قدر و دوستانی که امروز به باختر آمدند تنتنه جمعیت تشکر به نمایندگان وسایط اخبار عامه سپاس به داوران و همه شما مخلصان گرامی قدر که امروز ما را فعالانه همراهی کردید عید نوروز بین المللی بار دیگر مبارک باشد
از همه دوران خواهش میکنیم که با دقت باشیم. متصدیان جفتا را آماده کرده به اینجا بیاریم. پرتافتی فضلالدین عبداللهیف حلال. حالا در میدان باز یک چهره شناخته کشور شریف نظری. برابر متصدیان آیبلو فضلوی ببینین هر چی که شما لای میکنین برابر مایان کنین. داوران اگر حرکت در داخل گلیم سر شود و در بیرون از گلیم هم که اگر به انجام رسد واگذاری کرده می شود. داوران با دقت باشید. انا وخوری دادخان قربان علیف و فردوس نسیموف در گلیم رقم 1 جریان دارد. در گلیم رقم 2 جهانگیر مجیدوف و پهلوان مشایی شریف از ناحیه تیمور ملیک فرخ پوشانیان باشون یک تلویزور و یک کفدانی نامپذیر. کفدانی نامپذیر استحصال اندونزی است. نرخش خیلی و خیلی هم گران است. بیاید در یک جایگی برای شخصیتی که چنین یک چرابینی خیلی هم زیبا را تشکیل کرده است به خاطر اکای نصرت یک قرصکی یک جایه میزنیم. نه هر یک شیرمرد میتواند که طبی هزاران و هزاران مخلصان را شاد کند. ببینید که در این حالت هم اکای نصرت توانستند که همه ما را یک جا سازند. این هم یک سخاوت پیشگی، این هم یک جوانمردی، این هم یک وطن دوستی می باشد. من پهلوانی شهر ایسور حق نظرف کدام نفری که اگر طلبگارش باشه مرحمت دائم میگه که من یگام کس خطی خیلی نگفتنی گپ ندارم کامی که بیا من خطیش میگیرم مرحمت هسته یگام من حق نظر پیش ما بینرده خب من حق نظر و شهر ایسور خطاب کردن که میگیرم
انا بالاجونم از ناحیه واسه گفت که من یگام مایده ترسیدم من میگیرم پنج شد بین هر دوشون گوسفندی خیلی هم کلان و دو تا تلویزیون پلوسکی استحصال ملازه دینه فرودگاه قرغان تپه دا آوردن نرخشون هم به نهایت و به نهایت گران هستند با هر دو وقت و اقبال تمنا داریم امید بین حق نظر منمو بالاجان دو گوسفند و سه گوسفند ببینید اینقدر سخاوت پیشگی رو باز کی میکنند پس ما باید چکار کنیم بین همگان یک قرصک بزنیم کرامت الله از ناحیه فرخار محمد از ناحیه آوازداری رودکی با اینشون یک تا ماشین جامعشویی که خودش پر میکنه لباس را خودش میشوه با همه بهتر شمینه که خودش میجفه و یک تفدانی نامپذیر هم خمیر میشوید که خودش هم میکنه تو بولوی دسترخانه اونا گرم میورن با هر دوتان بخت و اقبال تمنا داریم مرحمت دو گوسفند دو تلویزیون پلوسکی یک تلویزیون برابر و هر دو وقت اقبال بلال عبدالرحمن بنشون یک تلویزیون برید جواب نمیزنم ببین نمیگه کی اومده نمیگه مشکل نکن دوستان گرامی من مهمانان جمهوری همسایه از ازبکستان هم تشریف آوردن من یکی از پهلوانان معروف ازبکستان محسن حسام‌الدین محسن حسام‌الدین و شریف جان نظری یک از دو گوسفند دو تلویزیون همین باید وقت و اقبال نداریم آمین در جلم اول هنرنمایی میکنند داوری اینها را که فیض‌الله حبیب‌الله
زمانی که نعمتالله ارسلانقلو در دورانی که نبی محمد خورکاشو سیجلال و جگو و پرویز صابر و هنرنمایی میکردن واقعا هم قدر و منزلت میدانداری باز هم نفوذ و شهرت الهیده بود در برابر مربی بودنش نعمتالله ارسلانقلو امروز هم تمرینی منتظم دارد و میخواهد که تنطقه نوروزی جمعیت سهامی رسنده را باز حسنی دیگر بخشد. خوش آمده. اگر فردی به همین مناسب اندک سین و سالش موافق هم باشد میدانداری کردن البته انا همین لحظه و فرصت ها خیلی نزدیک است. شهر امیر خانم قرار وزن هایی که تجربه دارند می توانند چند دفعه معرفی آنها را پیوسته ادامه دادیم. حالا برای آبتا نشد چی شد؟ نشد رو میگیری بخاب که گرفت است. احترام کنید صمیمیت رو ما بیابان بزرگ تشکر به همه شما نبی محمد خورکاشو یک دم پهلوانان نامور مهان خواهش میکنم یک لحظه نزدیک کنید سری تبرکات کنید پهلوانان سابق و معروف و شهرتیار در قدر منزلت میدانداری در احترام حریف فروتنی و جوانمردی در صداقت و مخلص و میدانداری گشتین سنتی واقعا همچنین چهره ها انگشت‌شمارند. من بسیار با صداقتی شایسته و احترام عالی این پهلوان قائلم پرتاتی همین ورزشگر دو سال در میدان در مقابل پهلوان ازبکستانی بسیار هم عالی و شایسته بود و افتخار یک کشف ایستانی برای بر شما در دل و دیده مردم تاجیکستان جایش الهیده است. دو دفعه برنده مدال نطره مسابقات قهرمانی جهان و سه کره برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبو یکی از متفکران برجسته سامبوی تاجیک در وزن انا همان جهان پهلوان مرحوم سید مومن رحیموف همین قشنگ تاجیکستانی بوده یک قرصک صمیمانه بزرگترین فرد که خاکسار صمیمی و زمینی هم $500 آمریکایی از نام رهبریت جمعیت سهامی رسنده و این پهلوان محبوب تحفه نوروزی تقدیم کرده شد. سلامت باشید. نوروزی همه این به شما سری دیگر مبارک باشد. Daros mana basta. Norma che si è cambiato da lavoro. از مهمان کشانیان هنرنمایی ورزشگر با سید مومن ما دیدیم هرچند یک سوال بچه جان زده جانی
بچه جان بزن در جنگی بزنی سودیا بگیره دفت اینجا سرش که حق نظره سالیم چپه بابا چپ کنو بیکی نده سالیم یا کسا بگیش دوباره حربی دارا صلاح‌الدین شما گیریم مرکز انا میگیریم حق نظره که بلاجون حبکه توجه کنید برادران قدی مصلحت کنید مشورت چون اندکی طول کشید بقا بچه جان چینا کشیده یا گوشتی ندید دو زمان بگیرن نشونیو یک دو سه چهار یک جفتی دیگر هست مثل توجه دولت رو نمایان کنید رحمان علی شریف نوحیه رشت نمایه پهلوانان را فیض تالار ورزشی کودگردی شهر دوشنبه بوریسی مسجد قربان بزرگ به میدان می آیند هنرنمای کرامت الله و سعید مومن گران وزنهای میدان باز ادامه خواهد یافت حق نظر بلاجان گپی سرداور مشورتی او را به نظر گیرید بالا جون بزنش یک مشت اوزه ها بزنش بینوات ها روزه بچه جون کوشانیان حکیم أبو بكر زادا حبیبالله و فیضالله در به دست آوردن ورقه انعام‌های نوروزی مساعدت کنید. تحفه اینا چی بود؟ شریف نظریف نماینده جمهوری تاجیکستان از کران راست، محسن اسامیدینوف پهلوان ولایت سرخندریای جمهوری همجوار ما از ازبکستان
یک اسب و 2 گوسفند تحفه هر دو پهلوان مقرر شد و هر دو بخت و برار میخواهیم. مرحبا. کادری بالا کادری آب شیاز برادر عزیز. شما در مرکز گیرید، شما این طرف گیرید. انا کادری سردی از پایان میگیری صلاح الدین. بچه چکای یکی برادری. این داره کادری طرف مون این طرف. من کنه فردا خسرا و در مرکز میدان هنرنمایی 2 پهلوان انعکاس می شود. یکی شریف جمهوری تاجیکستان و محسن جمهوری ازبکستان. پرویز خورشید از این منطقه آنها همین طور در ثبت لحظه های حساس میدانداری پهلوانان مساعدت کنید. منصور رحمان ورزشگری برومندی وزن سر از ناحیه تیمور ملک 2 غلبه 2 دبر در میدان بود و هنرنمایی پهلوانان دیگر رو هم یک جای تماشا میکنیم بعد از لحظه ای که معرفی میشود. کسی باشد تیار هستم میگم من به میدان مسابقات امروزه برای هنرنمایی آمدم. مهمان است، میزبان است، هر کسی قدرت بر توانایی. منصور رحمان در میدان. شما شینی برادر عزیز، شینی تا کسی پیدا شدن. یک لحظه فراغت در تماشای دوره بعدی میدانداری شریف و محسن. انا همین ترتیبه رقص کرد. نیزم پهلوان از جمهوری ازبکستان که گفتیم حسکی را که جواب ده برادر عزیز. منصور رحمان جمهوری تاجیکستان. ببایشون ورقتون گیرید، قلمتون تیز کرده نویسید. میدان آزاد بونین. این بچه ها را جواب دیم زود. 3 جو فقط پهلوانای تاجیکستان و ازبکستان میگیرند. من از یک تن چهره سرشناس دوشتین جودو و ملی کشور پهلوان نامور تیمور رحیموف خواهشمندم که من از کمیته تدارکات بیایند و در تنتنه‌های نوروزی جمعیت سهامی رسنده به هنر و متانتش سهم خود را گذارم. تیمور رحیموف هستند. از این منصور رحمان و نظام جان ازبکستانی. بیچاره گوسفندی ارزشش هم خیلی ولی 2000 سواری دیگر بالای اون توفزم. به هر دو بخت و سعادت و اقبال. آمین. تشکر. پوشیده بیایید کنید. الو کی بود زا؟ در ردبندی بهترین های دنیا
در صدر جدول جای گرفتن تیمور رحیموف در سیاره این هم کار سهل نیست. در میان پهلوانان کشورهای آسیای مرکزی به همتا و نبودن چهره سرشناس ورزش تاجیک این هم مایه افتخاری ما و شماست. برنده مدال نقره و همچنین مدال برنجی مسابقات با نفوذترین سیاره گرندسلم این هم کاری سهل عادی نیست و افتخاری این نبرمردی میدانهای با نفوذترین دنیا یک کفکوبی صمیمانه و یک صدای هوفار شود. سعید مومن بانگ ایستل حکیم هم دو غلبه دارد. ابوبکر هم در دو دور هنرنمایی کرد با سعید مومن و با یکی از پهلوانان دیگر و گلیم اول گذارید. خب حکیم و ابوبکر بعدا سعید مومن و تشکر. دوباره شما بینید آدمی که باخته است دیگر به میدان ناید. من یک لحظه که نه شیدو نو شیدو این کار شایسته اینه به نظر گیر. یک کس باخت دیگر باره من شرم میدارم. اون باختگی چی؟ شرم است. کسی که در میدان ناکام شد دیگر باره ناید. من خواهش میکنم ابوبکر رو که حکیم خب توفه اینا را که حبیب الله محسن kapış. حکیم و ابوبکر را مکافات شمونن در گلیم اخیر. هر دو اینا دو دور غلبه به دست آوردن. گذارید به گلیم کناری چپ. 1000 سومانی و یک توفه دیگر میکروبالوفکا. فکر میکنم باز یکی دیگر زم کنید در ادامه نیروسنجی باز جالبتر میشود. دوباره هر دو اینا را کی به نظر گیرید. با توجه همه مخلصان اشدی حاضرین ارجمند برسانیم. امروز هم جمعیت سهامی رسنده و کمیته تدارکات تمام مردم شرفمند تاجیکستان همه شما مخلصان ارجمند از این چهره نمایان و افتخار سرفرازی داریم و مکافات عالی автомашинаи сабукравӣ Камри ҷаноби Теймур Раҳимов ҳар касе ки қудрату тавону ҷуръат дошта бошад майдони бохтар ҷои далерон аст. тантана муборак бошад.
تشکر. این منطقه را آزادتر کنید برادر عزیز. نه این لباس سفید پوشیده شما اکای شبکدار ها اینم بچه را بگو این خب شما محسن و شریف در گلیم مرکزند و مبارزه نازم جان و منصور رحمان در گلیم اوکرین. تشکر. ابوبکر و رفیق این ورزشگر در گلیم اوکرین. گوشتی گیروخی بچه و سودیا گفت گیروخی جای دورگردی دیگر تست زود معین کنه این قسمت باز مشخصا کنه حواله ها انمی ترتیبی میدان داری هم همه خیل است. هاپا سلام باشید. دستی شما به نام تیمور رحیم مکافات عالی را تأسیس دادم که محسن به هر دو برادر تشکر. در دورهای من بعد برادر کم پنشاخر پرتا بسیار خوش آمدید به سرزمین تاجیکستان، کشور محبوب و عزیزی که همیشه شما قدرشناسی و محبوبیتش را عالی‌تر می‌دانید. مکافات عالی یک ارزنده ترین جایزه در میدان امروزی تشکر. شهر ترسانزاده انا جایزه автомашинаи сабугравӣ камри уфар рекламая пауза баъд вақтир ба саодати зиндагӣ майдони зебону ҷолибият амин. аллоҳу акбар. ана سبقت این دو پهلوان بعدا ما از قیاس و دیگر سبقت ها و نیروسنجی های پهلوانان گرانوزن اندیشه خود را باز بیان میکنیم. دادخون تربانالی صداقتش اعتمادش و داشتن سنت خیلی قوی. دلشادزاده علیبک داور درجه جمهوریابی و دو داوری کناری راست و چپ در بالای گلیم امروزه توجه میکنند. تیمور رحیموف استاد ورزش درجه بین المللی از کنار راست میدان، دادخان قربانعلی ورزشگر ممتاز و شهرتیار شهر ترسانزاده. نوروزی هر دوی شما مبارک باشد. اگر خالصانه و عادلانه حکمی کنید داوری درجه بین المللی دلشادزاده علیبک این مرتبه را در کنفرانس پیش از
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا به دست آورده همینطور به هر دو برای کار به نام فردوس یک اسب و دو گوسفند پهلوانان شهر دوشنبه مهمانان خوتلان از رشت خواهشمندا باشد مرحبا ابشای کلانی نظام بدخان هم در چمپیونات آسیا و اقیانوسیا در گشتن کورش روزهای 19 و 20 در شهر دوشنبه که دایر شد به عنوان قهرمان آسیا در رشته گشتن کورش شرفیاب شد و تیمور هم برای رکورد پهلوان نشد. تشکر. قدر و اعتماد و منزلت میدانداری را جوانان از این دو ابرمرد میدان امروزه آموزید و هر دو تشکر. بچه ها پیشای دین از کار روی کنیم خوب باین بیدان تیمور دادا خوب باین بیدان بیا بیا برادران هنرنماییشون در مرکز جریان گیرد. همه در همینجا اکایی که کمانده همی بچه ها روزه ترکنیدن خواهی نمی پیرت رام اینم این شما خیزه
داداخون بگیهم صداقت برادری اعتماد و رعایت عنعنه‌های سنتی Ay, arriba. تشکر با داداخون و تیمور صورت افزایی هنری پهلوانان این باید نمایانتر و باز هم پرجلوتر باشد. از داداخون و تیمور خواهش میکنیم که بر رفت سبقت مکافات عالی اعتبار دهند. منصور رحمان و که پرویز خورشید کنی نمود برداری. خب اینجا یک نفر دیگر گیرد، شما این قسمت گیرید نباشه تقسیم شه. کنی صلاح الدین فرصت اینجا را گیریم خسرو شو ترک نیدو یک بار در دو گلیم دو شو جایزه برای ثبت هم مشکل تر است. با گلیم مرکز توجه کنید دوله تو مشورت تیمور و داداخون. نه تیمور نه دیروز هم برای مکافات عالی مرسدس بنز در ناحیه دنقره هنرنمایی کرد. امروز هم همین تقدیر در وقت بلندی او مدد میکند یا نه؟ به هر دو برای کار پهلوان دهه چلچه منصور رحمان جوان 20 ساله آینده درخشان دارد. امیدواریم که از این چهره ها سرمربیان منتخب کشور که میان جوانان و بزرگسالان خلاصه عمیق میبرند و این نفران ارزنده আমি খুশি চেপে গাড়ি দোষিলাম পালনের কথা আমার আমার জানি চিয়া ক্যামেরা দিচ্ছে মানে যে ya baba amu jaga da am zonu da na amu amina
جهانگیر باجی صدا میشه؟ رو صفحه دارم؟ نه تشکر به هر دو. با تدریج رفتی میدانداری خیلی جالبی ورزشگران باعث تحسین است. برابری جمعیت سهامی رسنده نصرت الله فیض‌الله برای تشکیل کردن یک عید حقیقی گشتین در نوروز بین‌المللی امساله از نام همه پهلوانان جهانی سپاس میگوییم. با این وسیله برادری ورزش دوست خواستند که به پهلوانان کمک کنند و در منبع راه هوسمندی آنها جهت تمرین همیشه باز مهیا گردد. تشکر. ایستید. پایین ها. هرچند در کنج‌های میدان لحظه های توقف زیادند، اما مخلصان هم بیشتر میخواهند که میدان دوره در بالای در مرکز گلیم جریان گیرد. انا همین ترتیب. Gittim milli kayda o tarihe. Bir daha moban Temri. Paran meja. منصور رحمان و پهلوان مومن آبادی هنرنمایی جالب هم دارم. تشکر. ددخان و تیمور رحیم هم خیلی هنرنمایی خوب نشان داده ایستادند. بله، عبدالصمد شمسلوی خالصانه در سمت معین کردن غالب مکافات عالی کمره توجه کنید. جای برگشت نیست. پهلوان غالب میدان امروزه شهر باختر معین گردد. سپاس و تشکر به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر برای زیبایی و جاذبیت و جالبیت میدان امروزه. گلهای معطر و زیبایی میدان امروزه سهمی دستن در کارم خیلی زیادند. حکومت شهر باختر هم امروز برای دریافت چهره‌های اصیل در یک جایگی با جمعیت سهامی رسنده شهر باختر این تنتنه را به شکوه
نصرت و جلال خاصه تشکیل کردن و یک صمیمیانه قرصک‌های نمایشنما و افتخار این دستان در کارانه که یک عید متنتن را در ورزشگاه مکافات عالی کمره همه رسانه‌های خبری را به گلیم آخرین ببرید تیمور تبخان تا هنوز حرکاتی فردوسی کلوفسر ضربه دست آوردنی مکافات ارزنده از بیبیسکن بله شمس الله فگر ترتیب نیروسازی با این طرزی که از آگاهی کرد شمس چنین خلاصه‌گری کرد تبخان از آگاهی و تنبیه از این فرصت کامیابی را به تیمور داداخان را تنبیه دادن تیمور را غالب اعلام کردن تمام از رئیس شهر باختر سلام داده خواهش میکنیم برای سپردن این مکافات عالی شهر زفت ماشین سباب را نزدیک کمیته تدارکات دارم در فضای تنتنه و پهلوان معروف شهردیار در صورت نتیجه بخش انجام نیافتن رقابت جهانگیر و منصور مکافات دوستان عزیز و کارمندان حفظ حقوق تقدیم کرده می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت و خواهشمندم که در نیروسنجی پهلوانان باز هم صورت افزایی اینجا مد نظر باشد.